ساعت 5 صبح و ما داریم آماده میشیم بریم مشهد برای ویدیو یکی از بچه‌ها. البته هممون اینجا منتظر نازنینیم که بیاد. البته قبله عالم اصلا هم اعصاب نداشت. ما دیگه اینجوری‌ها نمیریم. هیچ. یعنی کلا نمیریم. هیچ کلا نمیریم. یعنی من نبر. از این به بعد یعنی دیگه نمیریم. بعد از کلی دعوا دیگه چمدونامون رو بردیم گذاشتیم توی ماشین و راه افتادیم به سمت فرودگاه. همیشه باهاتم قسم میخورم. هوا دیگه روشن شده بود و خیلی هم خنک بود و اعصابمون هم خدا رو شکر سر جاش اومده بود. چمدونا رو تحویل دادیم، کارت پروازمون رو گرفتیم و رفتیم به سمت هواپیما برای سوار شدن. به یک سفر به دور از پسرها احتیاج دارم. یه دقیقه وایسا. کل این فرودگاه رو می‌بینی مردا ساختن. این دومین باری بود که ما 4 تا با هم دیگه سوار هواپیما میشیم. خدا رو شکر صندلی هر 4 تامون پیش هم بود. حین پرواز من و ممرزا فیلم دیدیم و صبونه خوردیم. بالاخره رسیدیم مشهد. ما به خاطر ساعت پروازمون عملا از شب قبلش کلا نخوابیده بودیم و الان هم که رسیده بودیم مشهد باید میرفتیم سر پروژه کول گیمر. طبق برنامه ریزی که کرده بودیم ما باید الان همین رو مستقیم میرفتیم سر پروژه. حالا اگه این ویدیو 10k لایک بگیره من پارت بعدیشم براتون میذارم که بهتون نشون بدم سر پروژه و بعد از پروژه چه اتفاقایی تو مشهد افتاد.